اتلتیکو مادرید در روزی به رئال 5 تا زده. بچه‌ها من دیدم بعضیاتون میگید بحث داوری این بعد اخراج شد. من دوست ندارم راجع به داوری صحبت کنم. دوست ندارم الان بیام بگم پنالتی بودی یا نبوده. رئال باید 7 تا گل می‌خورده تو این بازی. آقا بازی رو دیدیم به درک، اصلا فکر کن بازی 4-4 شده. اوکی؟ من میام همه این گلامو میومدم میزدم چون کثافت بازی کردیم، قابل قبول نبودیم. قرار نیست فقط کل کل کنیم با اتلتیکو و بارسا، قرار حقایقو بگیم. تیم افتضاح بوده و این اولین بیلاپ درست حسابی تیم ما بود که منجر شد به گل. نیم ساعت اول بازی تموم شده بود، آمار خنده‌دار بود. یک شوت داشتیم، یه دونه در چارچوب بوده و همون یه دونه بیگ چانس همون گل شده و اونا 4 تا بیگ چانس داشتن. عملا در نیم ساعت اول فرقش با 15 دقیقه اول اینه که فقط آردا گولر و امباپه تصمیم گرفتن مقداری بازی بکنن. همین. بدبختا توپشون نمیرسید. بابا یه دونه امباپه که سهله، تو به جا وینی هم یه امباپه دوم برو بخر بذار، به جای نمیدونم ماستانتونو و گولر هم برو یه امباپه دیگه بخر، هافبک توپو نیاره بالا، 4 تا مارادونا بذار اون جلو. باید توپ برسونی یا نه؟ خب نمیرسونی. و دقیقه 36 برخلاف رئال مادرید، اینجوری بگم، رئال برخلاف جریان بازی که کاملا با اتلتیکو مادرید و اتلتیکو مادرید حقش بود در رئال مادرید جلو باشه، رئال 2-1 جلو افتاد. گل دوم ما روی یک ضد حمله زدیم و وینی که نیمه اول بدک نبود، نیمه دوم کثافت بود و ما در هر صورت در روزی که بد بودیم مستحق باخت پرگلتر بودیم تا دقیقه 30 نیمه اول. ما 2-1 جلو افتادیم. خب وقتی 2-1 جلو افتادیم آقا جون دیگه میدونیم اتلتیکو قراره سانتر کنه، اتلتیکو قراره فلنکا رو بگیره و ما باید بیایم کنترل بکنیم و ضد حمله بزنیم، چیزی که توش استادیم، چیزی که توش مهارت داریم. آیا انجامش دادیم؟ خیر انجامش ندادیم.